شکران بیا اینجا بیا چیکار میکنی اینجا؟ و تو نگفتم تا شخولا دیگه نری بیا که بریم اگه باسکلی از گیلک به تو کلا میکنم مستونم گردن با من باشه بریم گپ زدم ما خودی گیلک زنگ زدم وقت گپ زدم یک باسکلی میریم خودتون مستونم خوبه؟ که واسه گفتی باسکلی میریم بریم لیلی لیلی مرمگی خیلی لیلی لیلی زیبا شدی خیلی لیلی بله چه کار میکنی؟ بله خلیفه بس کلاس صفیه کنی؟ اینا صفی کردم اینا اول بوشیشتون دیروز امروز صبح اینا قرار که دیگه اینا رو با خوش میکنم صفی میکنم خب چه کن؟ ما میریم به تالار که بررسی خبر با کجا؟ تالار به تالار؟ بررسی خبریم خب باشه ما برم پلاسیا خبر خو کنم آرستی برو که لمشتم خب به تالار خاطری بعده نه رو آها تو بده کن بسته که روز جمعه فروشات خیلیه خب امروز روز جمعه همه سنجبیت ها بسته به چی بخورم؟ یک کاری بکنه یک کاری بفهمیدی؟ سکا یک دیگه از اختاق یاد کردی اینا سفید برو بکش که لمش میشه و پیران سیاه خوبه خوب پیران پر گریسه خیلی خوبه خاطر لمش بیاد باسکیلا هم خاک زده برو خب ما میریم خوبه تو رمضان میری؟ حالا برید کی میای؟ میایم دیگه تالار کی خلاص میشه بعد چاشت بیلا بعد چاشت نه؟ خلیفه نگفتین شما که روزا جمعه دیگه تا به ساعت 12 و هل نبسته کت برو خوب بابا تفری برو ما امرو کار داره امرو همه میبینه عرسی میریم دیگه عرسی میره عرسی مگه داشته باشه روزا جمعه فروشات خیلیه بفهمیدی؟ خوبه برم تو نمازو برام خیلی باشی بیرا کار تو سفی کن برو اختا خودش خوبه اون که فقط میشه برخشویی دیشته شو که بعده برو اختا دیگه خوبه برو کدی رختا خوب؟ رختا سیاه پیران سیاه چاشو بله چاشو لالا 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 شما نمیفهمید که بررسی خبره چی؟ نمیفهمید که بررسی خبره بررسی؟ انا راست میگی با چند بجه ساعت؟ خزین بریم که دیر میشه دیگه بیلا 12 بجه مایه بشه خزین زودتر بریم خوب شد به من بگفتی ولی ما آگاه نمیشدم امرو رستی جمع هم هسته خب میگم دیگه میگم بله نونمون چیزی به گیلک تیار کردی نونمون میستونم خب بس بگفتم بگفتی برای میستونم حالا با کجاه؟ بس کلاس صفی میکنه صحیح وقت بریم وقت باش که من وقت تر رسیدم میکردی جور باشه گیلک خان جایی رده اشتنه خیریت جان جوره خوبی سلامتی جدی تو اشتنه خوبه داده یک منتیار خوشحال تو خوبی شکار بکنی یکی بابا دکن خوب امرو خلیفه ما براتم به عروسی و چه تو نون خشک میخوری سنجبیت بسته همین اینوی یک نون دیش یک بینه بده به من چایا ما دیشب یخ کرده
میخوری؟ اینا خلیفه با کجا که تو نون چای میدم نون چای یکه بیا عقلم دیگه بیا میخوری؟ نه نوش جان نون خوردم چه کار میکنی؟ اینا این نون چایه اگه نون کباب میخیدی اشته پو خاص میزیدی گیلا خوراک من میبینی خیلی ما دختر خوبیه این گاهی وقتی میام من آلو زلزلو میده میرم پیش گیلک میرم که نمیدم بزی بده دسته کجا بدی به چی کارم میدی تو؟ من دیگه بیام آدم دیگه به تو نگفتم چی گفتم برای تو دیگه گفتم یک باسکل دیگه باسکل می؟ کنم شکر انجام بدی دیگه کلونا؟ از اینی کلونا ها دیگه خیلی کلونی هم نباشه اندازه خود یک وقتی به خلیفی می چی نگی؟ نه دیگه نه تو چی گفتم یاد نه شرکان برو به خودت خوش کن بده از مو هزارگی ورده اونی منو دم رو یک بخورده بده خوبه باشه برو تو هم ورده برو برو نشت باز یک پنسیدی به تو به عید قربان میدم سیایی ندی برو پنسیدی دیگه به عید قربان ها بخیر برو ورده بخور چی بگی خوبه برو شطور بدیدی بگو خیلی برو گفینی ورد امیر ورده تیاره برو برو دیونه سگو دیونه بدید دیونه خلقه خاله نره کجا میدید تو چیزو کجا میگردی تو؟ بچه چی کار داری گفت چی رابطه داره؟ دیونه پیار تو نخودتونی دیونه بیلا کجا میدید تو چیزم دیونه ما دیونه یا مثل تو 10 تومان به سامانه لباسات معلوم میشه لباسات معلوم میشه خداتون بخیر خوشی داره بدر کنه فهمیدی؟ کی داره بدر کنه؟ همین خلیفی من چه کار شده؟ بیا من خور بیخان منداخته که ما باسکل مرمه چون بجیندی باسکل بددی به قومه خوددی خلیفه هم داری؟ کی؟ تو چی دارم؟ خلیفه هم داری؟ خلیفه؟ باسکل فروشی شاگردم امرنگ خود خو امرنگ خود خو خلیفه داری؟ نه من از اون شیارترم با خلیفه تو چیه دیگه؟ کجا میری؟ به سراخو بیا که بریم تو پرانه بدون برق کنی بابا جه نخند یک بجیبی خودی آینکا تو فقط میگی سون به گوه دست خود تکو غش کردم توری تان غش کردم بیا استین تو تیار من میتونم نمای که تیار کنیم استین تو تیار کنم بعد ایت میگی تاکیشه شروع کن دست آقا ها کجا هستی؟ من میتونم پیش پیار خو میرم ها کجا هستی؟ من سراخو کجا ہے سراتو؟ تا کوچی سلام تا کوچی سر حسن جسکله به کجا شاگرد بودی؟ ما باسکل مرتکه تقریبا 1000 تا باسکل داشت اوه آنه ایتو بیتاش بیا تو مینوی هم بودم خورد بخوری بری برو اوه فشار نده که وامشه هوا گرمه و چاله خفه میشم ماما نمیشی برو که به خدا هم هر که طور ببینه کما بیتا برم پیار ما ببینه لشوندم ببینه برو بخیر برو دوزدمه چاره
سوخت تو بگیره باسکل با دادم به خوارزاده خدا داد سوخت تو بگیره با خدا من شاگرد کنین دیگه نه دیگه شاگرد کنین 10 تا باسکل میبردم به خوارزاده و مادرزاده به پیرزاده همه میدم برای اینا نیمی تو باشه که پیرم ببینه که برای ایره میتونه برار عباسه که میتونه بزنه که تنوی سیاه به شلوی نرسه فهمیدی؟ منم سلام علیکم چطوری ماما؟ خود بخیر سلامتی ماما خیراته هم 2 دقیقه اگه یالله بگیم به خونه کار خصوصی به شما دارم خاطر تک کوچه نمیشه خب یالا بیا یا الله کاکا نه بازم بریم به خونه بریم نه بازم نکنه شما خیلیتی بود کاکا ما رو برام دیرو بررسی خبر بدیم از این فامیلی ما بودن گیلک به دیکون بود ما بررسی خبر بدیم گیلک به دیکون بودن ما بی آمدیم به دیکون بفهمیدیم ما چی همین خوارزاده گیلک بوده چه کار گیلک بوده از این قوما گیلک بوده بی آمده به دیکون پیش گیلک امروز صبح بی آمدیم به دیکون دیدم که همسایه ما برای ما گفته گیلک مثل که دیرو شما بررسی بدیم گفته یک باسکل بفروخته یعنی برام هرچی بزی گفته باسکل فروخته با ما پولم نداد گفته نه نفروختو یعنی اون باسکل بچه خوارزاده خود داده به قوما خود داده برام من ریک گفته به پیاره بگو که خیر باشه اگه ما هیچی نمیگیم بریم تا بفهم که باسکل به کی داده یکی دیگه برام گفته اگه ما قراره کیت باشه روز یک باسکل بده خویت نمیده گفته ما بزی بور 4.5 هزار پول میدیم آخه این قراش اشته کارم نمیکنه فقط این باسکل یک سلفی میزنه خلاص انا شايف كبير ما لازم تحقيقات بين كريم باسكيله كده یک باسكيله از رگه که سعر سنیم از قیمت نکاکا میفهمی عباس من اوت تربیه ندادم و می 6 هفته خیانت کرد برای شما خب کاکا میشه که بیام از شما پرسیم وقتی خیانت کرده باشه میگم همین خیانت به شما که باسکل به قوما خود دادی بود اگه همین تو امروز دندونای ناز کم 33 دندون من داخل دهن معده شما فهمم چینیو امروز تو که با خودت بیای دندونا رو جمع کنی بودم نه کاکا از مثلا آروم از تحقیقات کنیم که این باسکل با عمر پول حرام بخونه من نماده نیم تا حرام خوردم یعنی تو فکر تو جمع باشه کاکا جون خب داری خیلی خب باشه میشه بیام خود گپ میزنم چه که بیام از تحقیقات کنیم که این باسکل به دست کی داده این باسکل جمع باشیم برو اصلا نه خوردم به زندگی خود اینه چه ریتمی گیلا چه رختات پاره گیلا چه رختات پاره این برای پرسا خب الان کاکا بپرسین که باسکل ما کجا بگو گیلا کاکا خاطی همه کار دارم سعی که چی میگم میفهمی اول که حق نداره که برای تو بزی شکل لباسه از پاره میگه بزی شکل مرو میزد تو سعی کن بابا شما رو خودم یه تجربه باشه کنی ببین تایر باسکلش تشکر بابا بیلو تو سعی کنه تو چیکار کنی دستا شما یه خواه بلد یاله خیلی آله همه به تایر باسکل بزنده 10 دفعه بزن این تمام بزن دستا با خود دراز کشید بابا این قلبت بکنی سیاه کنی مادر من چی بگو حالا به شما بلد خیلی با با باسکل اگر نرم خیره یا نه غمی تو آدم بزنه تو سعی کن چی بیایی خودم هم بیامدی با باسکل بگم میگه باسکل بداله با مردم داده باسکل کجا کردی؟ چه کردنی که بیایی بخوری با چه میزنی؟ سعی کن گلا گلا Dosto.